ارزشی ارتش بازی بسیار هم مجلل غلبه دارد دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش 8 مساوی و تناسبی تو دیگر جزئیات بازی متوجه میشیم. گفتم که بازی مرکزی دوری دهم است. هر دو دسته در جدول مساوی خود امتیاز از دسته استقلال دیده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش کمتر به دروازه خویش گل سر داد است. شهدی باخت را در لیگ اولی نچشیدن. هر دو دسته تنها او صدای اشتکش را بلند نماید و بازیگرانی دسته استقلال از مرکزی میدان بازی را شروع نمایند. همین دور می شود. بازیگرانی دسته دیلوف در خط حمله هستند. بیان امکانیت برای بازیگرانی دسته استقلال و از شهر دوشنبه در دو کنار با او کمک میکنند. از شهر اینجا موقعیت پیدا می شود. در کنار هستند بازیگرانی که در موقع خالی هستند. امکانیت هست و اینجا چگونه ضربه زدن نمیتواند بهادر عبدولیف. کامولوف اینجا به تنهایی کوشش کرده است راستی در آن بازی از هیئت اساسی ژانگاتن به میدان برآمده بود. در این بازی باشد ما ژانگاتن را نمیبینیم. میکند برای بازیگرانی دسته استقلال ضربه و گل. اینجا الک بلسینگ گل میزند اما داوری کناری بیرقچه خویش را بالا میبردارد و اشاره میکند اونی که در حجره ویدیو داوران هستند این حالت را البته امکانیت برای بازیگرانی دسته استقلال ضربه هم از مسافه دور زده می شود از جانب موریلو د سوزا. ضربه اجرا کرده می شود و این ابهت هم شارخ جانش بزرگی 7-0 و فایده اسقط پویانوف. اینجا امکانیت برای الک بلسینگ. امکانیت دیگر برای بازیگرانی استقلال. پس هر دو دسته 22 امتیازی در اختیار خواهند داشت. امکانیت برای بازیگرانی دسته استقلال ضربه هم زده می شود اما متوجه می شویم. ارسال انجام داده می شود. امکانیت بود برای احسان. ضربه امدانی و اینجا تو وارد در تلاش بازیگرانی دسته استقلال. احسان امکانیت هست. ضربه و گل. منوچهر جلیلوف در دقیقه 71 بازی می‌بیند که چگونه با یک اصول زیبا ثمر می‌رسند. گل چهارمی منوچهر بود در موسم امساله لیگ اولی و ببینید که چگونه از میان دو دفاعگری دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش با اصول قیچی گل زیبایی را به ثمر می‌رساند. منوچهر در دوره آینده مقابل برقچی بازی میکند. بعدا مقابل پنچر. امکانیت برای بازیگران استقلال و حساب 2-0 میشود. اکنون با گذرا شدن 7 دقیقه گل دوم خویش را به ثمر میرساند. نمیتوانست پس شاید منوچهر آن را درست و دقیق استفاده میکرد. ارسال گل‌آور به نام علیشیر جلیلوف ثبت کرده می شود و ببینید که چگونه ارسالی خوب گل‌آور را اینجا با برادرش انجام میدهد. علیشیر مدونی کامولوف پس را از جانب علیشیر جلیلوف قبول میکند. پای بازی کامولوف پسیو به علیشیر. امکانیت است و ضربه مبادشوف برطرف میکند. اشبوتایف مدونی کامولوف کنیت برای بازی هم پسی سر شده ایستاده است. امدانی کامولوف با سرعت بلند با پیش حرکت میکند. امدانی پسیو به علیشیر. ضربه علیشیر و سیف اولی شارخ جان اشبوتایف. بخشی شهر حصار است. استقلال بازی موقوف گذاشته را برگزار میکند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد بازی دوره 11 را با همین ترتیب با دوبل منوچهر جلیلوف بازی مرکزی دوره دهم چمپیونات تاجیکستان به فایده استقلال به انجام میرسد. پیروز بمانید. خیر.